سلام. شاید براتون جالب باشه بدونید متهم یا مجرمی که فرار میکنه چه اتفاقی براش میفته. متهم یا مجرمی که فرار میکنه تا زمانی که دستگیر نشده مرتکب هیچ جرمی نشده. اما به محض اینکه دستگیر میشه تمام اشخاصی که کمک کردن به فراری دادن این متهم یا مأموری که در نگهداری سهل‌انگاری کرده باشه یا اشخاصی که کمک کردن به مخفی شدن اون، تمام این اشخاص مجرم هستن. حتی اگر اون فرد بعدها بابت جرمی که بابتش دستگیر شده تبرئه بشه، مانع از مجازات این اشخاص نخواهد. تنها استثنایی که در قانون وجود داره اینه که اشخاص درجه یک متهم مثل پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند و همسر ایشون، چنانچه تنها به مخفی کردن مجرم کمک بکنند مجازات نمیشن، ولی اونها هم اگر به فراری دادن مجرم کمک بکنن قطعا مجازات میشن. ولی هیچ نص صریحی مبنی بر جرم بودن فرار توسط خود متهم در قانون وجود نداره.